عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده گرامی، شمایی که روبروی شبکه خودتون شبکه 3 نشستید. امروز از این دریچه کوچک با شما صحبت میکنیم راجع به خانه و خانواده. مهمان عزیزی امروز دعوت کردیم به برنامه‌مون، متخصصشون از آمریکا گرفتن، روانپزشک هستند، آقای سعید زارعی که خدمت همه شما بالاخره دوستان عزیز با ایشون آشنایی دارند. من کمتر صحبت میکنم و میسپارم به مهمان عزیزمون آقای زارعی که خوش معرفی میکنم و بیشتر از کارشون بگم. سلام علیکم. شما قدم بندی میکنید. من سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم شبکه 3 سیما و میادین دور افتاده های روستا به اصطلاح دهات‌ها. امروز من وقتم رو به شما دادم در مورد ما میخوایم راجع به رفتار خانم ها و آقایون صحبت بکنیم. من زوجهای جوان که در خانواده هاشون اوایل زندگی با یک سری مشکلات روبرو میشن. دکتر ما میدونید بعضی خانم ها اوایل زندگیشون با آقای مشکلاتی رو پیدا میکنن. حالا ما دوستانمون هم تماس میگیرن، مشکلاتشون رو میگن. میخوام ببینم که شما زوجهای جوان که ازدواج میکنن، شما چه در واقع یه تلفن داریم مصاحبه با آقای دکتر، بفرمایید. بیننده گرامی پشت خط هستید. سلام خدمت شما. سلام علیکم. بنده خدمت شما. آقای مجری خسته نباشید. خواهش میکنم. خودتون معرفی میکنید دوست عزیز. بنده حسن زاده هستم از آقای حسن زاده از کجا تماس میگیرید؟ اهواز. بفرمایید سوالتون رو بفرمایید، آقای دکتر پاسختون رو بدن. از آقای دکترم تشکر میکنم. ممنونم. تشکر عرض میکنم. ببخشید آقای دکتر، من یه سوال داشتم از خدمتتون. من یه بچه‌ای دارم حدوداً 14 سالشه. چند سال؟ 14 سالشه. بله 14. این شبا که میخوابه صبح ما میریم رو رخت خوابش میبینیم که همه جا رو خیس کرده. میخواستم علت رو عذرخواهی میکنم. آقای دکتر روانپزشک خانواده هستم و راجع به رفتار زناشویی صحبت میکنم. اگر سوال از این دست دارید بفرمایید. باشد، چون شما اول برنامه فرمودید که ایشون آقای دکتر راهنماییتون میکنن. بله من مزاحم شدم و از آقای دکتر میخوام که جواب منو بدن. سوالتون از برنامه خوبه. چند لحظه اگه قطع نکردی من متوجه سوالتون عرض نکنده شدم. میگم من یه پسری دارم 14 ساله. شبایی میخوابه، ما صبح میریم رو رخت خوابش میبینیم که همه جا رو خیس کرده و بعضی شبام متاسفانه ایشون مدفون. ممنونم آقای حسن زاده. تشکر. پاسخ آقای دکتر رو میشنویم. ایشون گفتن بچه‌شون 14 ساله شب ادراری دارن ظاهرا. آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم. شب ادراری معمولاً در ازای هر ادرار باید چکاپ کرد. به قول معروف بچه شما گفتن 14 سالشه. ادرار میکنه باید بدونید آیا مریض عفونیه. چای هم دکتر تاثیر داره؟ چای خیلی وقتی نیست چای میکنید نمیشه دیگه. یه دفعه اون باید به حقوق بره به دکترای ما سر بزنن ببینن مشکل چیه، ولی ایشون فکر کنم بهتر نیست سرطان کبد باشه. خواب میخوابن آقای دکتر دستشویی بفرستن بچه. نه اصلا میگه هر دقیقه یه بار. من مثل که ظاهرا تلفن دیگه دارم. بیماری های کلیویه. بله بفرمایید تلفن رو بس کنید. بیننده گرامی پشت خط هست، بفرمایید. الو. خب ظاهرا ما صدا رو نداریم، بحث رو ادامه میدیم. آقای دکتر راجع به خانم و خانواده بود صحبتمون. صحبت یک پیشنهاد برای زوجهای جوان که اوایل زندگیشون خوشبخت باشن چه رفتارهایی با هم نشون بدن. من اینجا سلام عرض میکنم تمام زناشویهای گرامی و عبارتند از جوانهای عزیز شهر باستانی ما ایران. و تلفن اگه داریم بیننده گرامی بفرمایید. خواهش میکنم. سلام آقای مجری. سلام علیکم. شما خوبه؟ سلام علیکم. ممنونم. شما خوبی؟ سلامت باشید. بفرمایید. از کجا تماس میگیرید؟ من احمدی هستم، از سنندج تماس میگیرم. به به. بفرمایید. لهجه‌تون بیشتر به ترکان میخوره آقای احمدی. نه من از سنندج تماس میگیرم. بفرمایید. خواهش میکنم. سوالتون بفرمایید.
خواستم از آقای دکتر بپرسید من صبح ظهر نهار میخونیم خانمم میگه ظرفا رو بشور. آخه وظیفه منه بشورم یا چند سال ازدواج کردید آقای احمدی جان؟ 2 ساله. 2 ساله. ممنونم. سوال دیگه رو نداره دکتر صاحب داداشون. گفتین چند سال ازدواج کردین؟ 2 ساله. عبارتند از مشکل خانوادگی که نبوده. نه فقط میگه آبا رو بشور. سوالی نیست دیگه من نه همین سوالشون رو بگید. ایشون گفتن 2 سال ازدواج کردیم. در طی این 2 سال هیچ گونه زناشویی نداشتن؟ دعوا داشتن ظاهرا زن باید زن بخواد پر در بیاره پرش قیچی کنه زن قیچی کنه نذاری پر بگیره قیچی کنه بمیشه دیگه زنهای ما دیگه شورشو در آوردن باید پاک رو زن بشوره مرد ابوحت داره بله تلفن دیگه رو بس کنید من دارم تلفن ندارم میشه صحبت بکنید راجع به همین رفتارهای زناشویی تو خونه مثلا شوهر چه عکس‌العملی باید در مقابل پرخاشگری خانومش داشته باشه که آروم بشه اون خانم مرد اون صفا و صمیمیت حاکم بشه صفا در به ویژه ایرانی‌های عزیز ما خیلی زیاد است آقای خرسبندی ما به اصطلاح ایران عزیز ما زناشویی باید وجود نداشته باشه پرهیز کنیم وقتی نیست آقای دیگه من یه سوال دارم زناشویی چی؟ زناشویی یعنی آشوب به زندگی بیفته میشه زن آبشویی مکر زنان کران نشنیدین شما حالا ما خندمون گرفت دیگه عزیز ما برمیگردیم خدمتتون برنامه رو ادامه میدیم با مهمان عزیزمون کمی شوخ‌طبع هم هستن آقای دکتر